برادرم و خواهر عزیزم، تو از اون مینالی که زندگیت پست است، تو از درد و رنج و غمگینی زندگی مشقت داری. پس باید بدان که علاج تو در راه نشان داده خیر البشر است. اگر خواهی که عمرت دراز باشد، اگر خواهی که رزقت وسیع باشد، اگر خواهی که در این دنیا زیبا و پاک زندگی بکنی، پس باید به این سخن زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عملا اجرا بکنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: من اراد ان یوسع له فی رزقه و ینسأ له فی اجله فلیصل رحمه. هر کسی که میخواهد که عمرش دراز باشد و هر کسی که میخواهد که رزقش وسیع باشد، پس باید یک عمل را، یک کار را انجام بدهد. این عمل و این کار کدام کار است که رزق شما را وسیع می کند و عمر شما را دراز می کند؟ این صله رحم است. رفت و آمد را برقرار کردن با خویشاوندان خود، صله رحم، ارحام، و پدر و مادر و خواهر و برادر و عمه و خاله و خویش و تبار. چقدر امروز مسلمان ها در این عمل خوب، در این عملی که رزقشان را وسیع می کند مشغول هستند، از این عمل دور هستند، در کافت و کاب زندگیشان مشغول هستند، در کافت و کاب رزق و روزی مشغول هستند، اما این راه آسانی را که الله برای وسیع کردن رزق روزی سبب کرده است، این سبب را نمی گیرند. پس کوشش بکنید، چقدری که خواهید که مالتون زیاد باشد، چقدر خواهید که عمرتون دراز باشد، پس به خویشاوندان خود همان قدر نزدیکی بکنید. اگر به خویشاوندان خود نزدیکی نکنید، رفت و آمد نداشته باشید، این همه تعب و این همه پولکابی شما به شما شاید منفعت نبخشد. پس برادرم و خواهر عزیزم، باید بدانید که تمام اون کسانی که در این دنیا زندگی می کنند، خواه مسلمان و غیر مسلمان، همه سه چیز می خواهند. می خواهند که عمرشان دراز باشد و رزق وسیع داشته باشند، و سوما می خواهند که در این دنیا خوشبختانه زندگی بکنند. تو ای مسلمان، تو ای خواهر مسلمان، با یک عملت می توانی این همه سه چیز را جمع بکنی و زندگیت را خوشبخت و پر رزق و پر برکت و عمرت را دراز بگردانی. پدر و مادرت را زیارت بکن، هدیهشان بده. برادرت و خواهرت را زیارتشان بکن، نصیحتشان بکن. خویش و تبارت را زیارت بکن، صله رحم را برقرار بکن. ان شاء الله سبحانه و تعالی تمام مشکلیت را الله از تو خواهد برطرف کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم و خواهر عزیزم، تو از اون مینالی که زندگیت پست است، تو از